در تاجیکستان یک گروه کوری به کار شروع کرد که باید در دوام 3 ماه آینده طرح نوی قانون انتخابات پرزیدنت تاجیکستان و همچنین انتخاب وکیلان مجلس نمایندگان را باید تهیه کنند. این گروه کاری با یک قرار شورای مجلس نمایندگان تأسیس یافته است که زیر آن شکرجان ظهورов رئیس مجلس نمایندگان امضا گذاشته است. این گروه 8 نفری عبارت از وکیلان پارلمان و مقامداران اداره‌های گوناگون دولتی باید در دوام 3 ماه آینده طرح نوی این دو قانون را پیشنهاد کنند. مقامات میگویند هدف از وارد نمودن تغییر و علاوه‌های نو به قانون انتخاب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و همچنین وکیلان مجلس عالی این مطابق نمودن این دو قانون با قانون‌های قبلا در تاجیکستان قبول شده است. هدف از اشاره مقامات به مطابق نمودن این دو قانون وارد نمودن تغییر علاوه ها در پی رایپرسی روز 22 می به سرقانون جمهوری تاجیکستان است. یادآور می‌شویم روز 22 می سال روان به سرقانون و یا کانستیتوسیون جمهوری تاجیکستان در مجموع 40 تغییر و علاوه ها وارد کرده شده بود و مهمترین آنها پایین بردن سن نامزد به ریاست جمهوری است و همچنین بالا بردن سن نامزد به وکیل مجلس نمایندگان و مجلس ملی بود. یادآور می‌شویم سن نامزد به رئیس جمهوری از 35 سال قبلی تا به 30 ساله پایین برده شد و سن نامزد به وکیل مجلس نمایندگان برعکس از 25 سال قبلی تا به 30 ساله بالا برده شد. همکنون مقامات میگویند در این دو قانون باید این تغییرات های اخیری به سرقانون وارد شده باید تجسم یابد. عبدالله اشرف، شهلا عبدالله و رادیو آزادی دوشنبه.